حادثه واقعه‌های روزهای اخیر در شهر خارق روی داده، ما مردمی ولایت سوخت از جمله آموزگاران دانشگاه دولتی خوجند را بی‌طرف نمی‌گذارد. ما از کردار نوجوانمردانه چند ناخلاف که خلاف قانون و بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خارق حمله آورده، با کارمندان حفظ حقوق دست به گریبان و چند نفری آنها را لاتوکوب کردند متاسفیم. در یک وقت امید به آن می‌بندیم که پدر و مادران، پیران برنادیده سربلندی ولایت مختار کوهستان بدخشان نمی‌گذارند که تنجوی آسایشگی مملکت از جمله در بدخشان کوهی خلالدار گردد. چنانکه تاریخ ثابت کرده است، تاریخ نه چندان دوری تاجیکستان نشان می‌دهد همه گونه همدیگر نافهمی باعث بدبختی مملکت، باعث پسروی سطح زندگی مردم، باعث اشک چشمان مادران خواهد گشت. ما امید می‌بندیم که پدر و مادران و کل جوانان بدخشان سر به فلک ما همدلانه برای تنجی آسایشگی مملکت کوشش به خرج می‌دهند و از پی آبادکاری و سازندگی های پیشوای ملت می‌روند و روزهای نزدیکترین در بدخشان کوهی تاجیکستان تنجی امانی و آسایشگی تعیین انداز خواهد گشت.